سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه لایو استریم جذاب از بازی کال آف دیوتی وارزون. بچه‌ها من تصمیم دارم اوقات فراغتمو که حالا گیم میزنم بازی میکنم و باهاتون به اشتراک بذارم و با هم دیگه لذتش رو ببریم. بچه‌ها من 2 تا بازی پلی میدم، یه دونه 2 تا 2، یه دونه کال آف دیوتی وارزون فعلا داخل استیم. اگه بازی میکنید حتما کامنت بذارید، ویدیو رو لایک کنید، بچه‌ها چنل رو سابسکرایب کنید. بچه‌ها چنل صرفا راجع به گیم نیست، این حالا اوقات فراغتیه که خب هممون میدونم داریم و به هر حال بازی میکنیم و لذت میبریم. برو بریم ببینیم کیا میان داخل لابی. دو تا بازی قبل من لایو زدم، خدا شاهده، به خاطر اینترنت، به لطف اینترنت ما از بازی پرت شدیم بیرون. امیدوارم دیگه این اتفاق نیفته واقعا. حالا من اطلاعات ندارم زیاد، ولی احتمال میدم استیم چیز امتیاز منفی بده، حالا یا شادو بن کنه و یا همچین داستانایی. شمارش معکوس 2 و 1. بچه خدایی کال آف دیوتی بازی خیلی جذابیه. نظر شما چیه؟ 2 تا 2 یا کال آف دیوتی؟ من خودم جفتشو هستم. 2 تا 2 هم پلی میدم، بعد لذت میبریم. یا اینترنت عجیبه. اصلا ندیدم چجوری من زد ناموسم. خب لگ نداریم خدا رو شکر، روونه بازی. بچه گیم باید روون باشه دیگه، روون نباشه دیگه اصلا حال نمیده. خب 3 تا نقطه داریم، میریم من. اوه مهمون داریم. وای 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 I'm sorry هدشو یه دونه زدم. خب بچه ها A رو گرفتیم، نقطه A برای ماست. شیت نداریم. بچه با این وضعیت اینترنت خدایی شات خفنی دیگه. یعنی لایک نداره، یعنی ساب نداره.
خدایی خوب بود دیگه. حرکت اعتراضی وای این کیه؟ وای آجی انقدر این پلیرهای سری بدم میاد. نگاه چجوری اومد. آجی همه موازه افتادن جلو. 100 و خورده ای هم، ما 89 ایم. Man. Oh, this is a sniper. یزید رو نگاه، منم لگ بودم البته. اوی زدمش. این دوباره منو زد. بابا این از من نمیکشه بیرون حاجی. وای منو دید دوباره. چیتره؟ خوب میزنه ناموسم. آها بمیر. نه خورده قوی میزنه. البته اینترنتشون خوبه دیگه. خوردم خودشته. وای بکردم همون برمیاد. مثلا میخواستم ذهنشو بخونم. بابا اینا خیلی سریع میزنن حاجی.
البته اینم بگم بچه ها، من تو 3 روز لولم رسیده به 37. خود به خود فکر کنم پلیرهای قوی میاد. بچه ها افتادیم جلو. وای خیلی سریعن حاجی، مخصوصا اینایی که این اسکینای فانتزی میگیرن و مثلا فکر میکنن خیلی حرفه‌این. میزنه دهن سرویس، خدایی خوب میزنه، ولی ما جلویم دیگه، کارش نمیشه. دو نفر نبود، بیاین بابا. وای تو نیا. واجی من یه دونه این بدم میاد، یه دونه همون، میدونیم کدوم هم میگم. شیشه بردار نوب سگ. خدایی قوی بودا. بابا بمیر دیگه. بچه خدایی من دارم همه تلاشمو میکنم دیگه. وای افتادم جلو. نوب بازی بود حاجی، واقعا نوب بازی بود. پشت بهم بود، چجوری نزدمش؟
در سرویس یه خشاب رو من خالی کرد. با دارم لوت میکنم مرد وای اون واجی این خیلی میترسم. وای حاجی من بدم میاد. این چرا یهو میاد جلوی من؟ من میکشمت. حاجی بد جوزه طرف. وای این چه علاقه‌ای به من داره داداش. آقا من نوبم حاجی بکش از من بیرون. ای بابا داداش برو یه طرف دیگه بیا بردیم. برو یه طرف دیگه مشی برو یه طرف دیگه داداش. بزن آقا 4 تا کیل بگیریم. ندید به مولا MVP شده. بچه تا یه بازی جوز دیگه شما رو به خدای مهربون میسپارم. ببخشید باز نوب بازی از ما بود ولی خدایی دیگه اینترنت هم بی تقصیر نبود. امیدوارم که لذت برده باشید بچه ها. چنل رو ساب بزنید، لایک بزنید، کامنت انگلیسی یادتون نره. حمایت کنیم بچه ها، بیایم بالا بتر کنیم دیگه. تا استریم بعدی فعلا بدرود.